این نظامه که اینجوری. 15 شهروند بهایی هم در دادگاه انقلاب شیراز محکوم شد با جرائم امنیتی، 3.5 سال حبس تعزیری، کمترینشون هم 1.5 سال. جرائم امنیتی اگه بود چطور 1.5 سال شد؟ پس معلوم همش بی خودیه دیگه، فقط برای دشمنی است با این. و آدم واقعا نگاه میکنه زنده یاد دکتر محمد مصدق وقتی که ایراد بهش میگرفتن، کاشانی و اینا، نواب صفوی، بقیهشون که آقا بهایی در تمام دستگاه ها اومدن شما باید جلوشون رو بگیرید، اینجا کشور اسلامی است. و مصدق جمله گفته بود که خیلی جمله مهمی بود، گفته بود چه فرقی بین شهروند بهایی و شهروند مسلمان در ایرانی بودنشون هست، هر دو ایرانی. و ما ببینید چقدر عقب میریم، چقدر پسکی میریم که میرسیم به این نقطه که 15 نفر بهایی رو محکوم میکنن به خاطر اینکه اعتقاد به یه مذهبی دارن که با مذهب رایج در تعارض هست و در این حال بخشی داره که تمام دکون اینا رو تخته میکنه. این بخشش خب غیر قابل تحمل. آقای